ریسک ما با پای مهمان میرسد از خانه غیب، میزبانی ماست هر کی میشود مهمانی ما. یک مردک همین سختی های زندگی بسیار مانده شده است، بیچاره دیگه طاقتش طاق شد، دولینش در 350 خس است، ای عالم گذشته است. بردن گورش کردن، بیچاره همین زنش 5-6 گوده که مایده قطعی مانده است، هر روز میره و سری گوری همین شوش گریه میکنه که تو مرا در این تاریکی ها پرداختی، کجا اومدی آخی؟ من این گوده های مایده قطعی در این خنکی نه سویت نه یا و هیچی نیست، نه خوردنی ای، من یورا چخیل کلان میکنم آمدی در اینجا خواهی که با چیکار کنم؟ هر روز میره و همین سری گوری همون بیچاره دن نالا میکنه. اما قلاوری گوریستان با آمده گفته خواهری اپای این بیچاره مرده، این نمیشنوه را چی خطای قضا اومدی میخوای داده وای میکنی میمونش هم بعضا خوروا میره. و گفته چی خیلی کنم قطعی گوده؟ گفته که اینه یا شاو میروین مرده ها کم کم میگردن همین بالای گوروشون، شاو بیا بچه که پیداری بگو شوقی این داری روز میایی بیچاره برامدن نتونه چی گپایی؟ گفته من شاو میترسم تو گفته خیلی گپا تا گازن من گپ نیزم موقع خیلی گفته نمیخیل بعد پاگاش اومده گفته چی خیشی تقایی؟ گفته برو آمد بیچاره لرزیده برو آمد گفتمش که نمیزند میای همین خیلی داده. گفته آخه بگوش که من هم زنم دوست می‌داشتم، گوده که ما دوست می‌داشتم، خیلی تقدیر همین بوده که ما اومدیم اینجا را گرفتیم، من که هم زنم دوست می‌دارم، حیات دوست زندگی را دوست می‌داشتم، اونه که تقدیر همین بوده چی کنیم؟ همون زنه که گفت که بسیار داده وای نکنه همین یا بالا کنه زمستون بگذارن بهار میام میبرمشه. اشتها گرم است دست در خمی اگر زنید، همچه قاشق آستینی خیش را بالا زنید. شوربایی با حلاوت موضع آبی بقاست، سر به سر اشکم شوید و ساغری دریا زنید. پاره گوشت هنگامی کشیدن از طبق، بر زمین افتد به کام شاعری شیدا زنید. یک قسمی حربی ده سردار افسرها را شناند است و میگد که افسر قطاره منصوروف میگوید من رفیق سردار کلی منصوروف گپ زن وطن چی میشود؟ وطن سردار وطن مادر تو میشود. فهمیدی؟ فهمیدم رفیق سردار. چی فهمیدی؟ فهمیدم که وطن مادری من بود است. بارک الله. افسر قطار سنگینوف وطن چی میشد است؟ فهمیدم رفیق سردار وطن مادری منصوروف میشد است. ابله وطن مادری تو هم میشود. فهمیدی؟ گفت است فهمیدم. چرا فهمیدی؟ فهمیدم که منصوروف دادری من بود است. همین زمستون ده وقتی که همین بارون میشه بعد بارون با کورک میشه، همین کورکشی شوفیر مردم وای بده میافته با هم شوفیرایی که خوندگی نیستن پراور هم گرفتگی همین کورک بسیار محکمه. همین شو ماشینا همین یه متر دو می دردم نمیت رفته است نه سویتاشون گیرون که یه ماشین می دوی ماشین گرفتم رفته است میره یا ساعت میره و 2 ساعت میره که یک ماشین پیشینی تورمز میتیاره می تورمز میگه در کنی ماشین میزنه همه بو فرمون پچک میشه کنی ماشین پچک میشه میره میگه تو دیوونه این اشاری چیزی او تو چوی قررس که تورمز کردی این فوکی ماشین آقا گفته جانجول نه که من گاراژم در اومده مخی. یار آمد و در خانه کمی گوشت ندارم، هوای غمی گوشت مرا کشت ندارم. چیزی دیگری نیست به یخچال به جز یخ، یک پاره حسیب قدی انگشت ندارم. شرمنده شدم پیش چنین یاری شکر لب، ای وای شکر چیست که یک موش ندارم. در خانه نه چای است نه قند است نه روغن، دارایی ما چیست که من پشت ندارم. شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرینند اما این کجا و آن کجا. دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه هر دو دلسوزند اما این کجا و آن کجا.
دزدکان شب زنده دار و عاشقان شب زنده دار، هر دو بیدارن اما این کجا و آن کجا. دامنی دختی جوان و چهره مردانی پیر، هر دو چین دارن اما این کجا و آن کجا. یک وقتا ملک فیض‌آباد ملک فیض بخش حاصل خیز بود. شاعرها در وصف شعر می نوشتن. شادروان جمالدین کریمزاد می گفت که فیض خیزد دایما از خاک فیض‌آباد من، فیض فیض‌آباد باشد خانه آباد من. زمانها دیگر شد، این شعر گرفتیم کهنه شد دیگرش کردیم. چنگ خیزد دایما از باد فیض‌آباد من، فیض فیض‌آباد پرید از ریشه و بنیاد من. خالی دسترخوان و سفره خالی حالا کلم، باد فیض‌آباد ببر بالاترین فریاد من. در ایستگاه فیض‌آباد شمال ایروی 120 میوزه. همیشه در باد و هوای دوشنبه تلویزیون دا میگن که در خاروق هم 5-10 متر میوزه، در کلوب هم 5-10 متر میوزه، در خوجند هم 5-10 متر، در دوشنبه هم 5-10 متر. آقای فراموش کن که یا صفرش فراموش کنه وقتی در همه جا 5-10 متر میوزه. این ما یا سرشید بکشیم فقط همین 5-10 متر میوزه، زیاد و کم نشده است. نه که در فیض‌آباد ایروی 180 میوزه اکا شمال. گودکای صنف یک توقع نمیرون مکتب. یا فیض‌آبادی همه استانوفکا دا ایسه سهر که دوشنبه همین پالتو ماتوش خودی خشه پیچوندگی همین تاسوش دار کسر همین تکلیزه یک گوده که میدان مکتب میرم که تقوی ساعت چند شده های ساعت میگه براوس تاویستان بیا تاویستان، همین زمینستان وقتی ساعت پرسیه یکا. نیست دانشگاه عالی عشق را گفته بار عاشق دعوا کند، چون نمیتواند در این دارون فلون امتحان بسپارد و معوا کند. درس اول بوسه های اولین، درس های دیگرش آوارگی، کان کورسش 10 بلی بیچارگی، کار کرسیش زی خود بیگانگی. هر کی میگیرد از آن دیپلمی سرخ، اختصاص و منصبش دیوانگی. یک دانشجو دانشکده طبی را تمام میکنه متخصص میشد پسیکولوگ. رایش میکنن همون بیمارخانه کسلی های روحی، همون جایی که گفتیم. میاد بعد سردکتر میگه که میبیند خیلی که جوان تمام کرده است، بسیار چیزای خوب خطی بهای خوب خطی علاقتی خیلی کرده قبولش میکنه. میگه که کنی که طبیبی جوان رفتیم من شما یا همین کارخانه قطی شناس کنم بیمارا قطی میروند. بعد تواد خانه میگه این خانه ده فقط عالما تبابت میگیرن، این ایشده ورزشگرا، این ایشده ارتیستا، این ایشده با دیگه کسباش، این اتاق ده میگه راننده ها تبابت میگیرن. بعد این جوان نگاه میکنه که یکم کس نیست در اتاق، های دیگه اتاقش ده هست آدم ایشده خالی کراواتو ده هیچ کس نیست. گفته سردار میبخشید این راننده ها اینجا تبابت میکنن، گفتن یکم تاش نیست کو. گفته همش تای کراواتو دا ماشین ریمون کیسیان. در بیمارخانه یک دکتر میدارد پیش یک مسفید کسلی پیر میگه مسفید سلامتی چخله نقص های؟ میگه شوری خدا بچم نقص شده استیم انشالله نقص شده استیم. همین خود مزهش نبود چخه شد همین مسئله خود سوس شد. بچم میگه سوس شد همین پیش وقتو ویران بود حالی سوس شده، حالی همین توسعه را حساب میکنم خود میبره. دکتر میگه توسعه را حساب میکنی خود میبره؟ میگه بعضا تا 20 کم چوره. یک آدمی دستش قلب میدره خانه، یک آدمی بیزنسمنی کلانه پا گیزه شب در خانه شب همه را در سمکه ها جمع میکنه. میگه ای در برام که کوچه بوده است آدم ها میگذارن در سمکه ها را هم پشتی درد میمونه یا جارو میگیرم پیش خونی هم مرده رفتن میگه کی او را حکم میگه اکا در این ساعتی 12 شب خونه این کوچه را چی رفته ازدی؟ گفته همین خانه در یک آدمی خوب بود خدا رحمتش کنه گذشت. همین جاکا را تازه کسیم که همین مهمون ها بیاین همینجا غج نباشه. گفته چی خیلی گذشته اینجا که آواز گریه نیست؟
گفته گیره بعدی رفتنی من میشه آقا.